اصل ایست که ما شما برای هر برادر مسلمان ما مساعدت بکنیم و مشکلش را باید حل بکنیم، قرض را برش باید بیشتر بتیم. و رسول ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که یک روپیه در راه خداوند متعال می‌دهد، یک برده برش اقلاً پاداش داده می‌شود. و کسی به یک مسلمان قرض را می‌دهد، یک بر 18 اقلاً برش پاداش داده می‌شود. یعنی ثواب قرض بیشترتر از انفاق است. ولی متاسفانه به اساس ضعف در مسلمان ها امانات را زود ادا نمی‌کنند، قرض را زود ادا نمی‌کنند. مردم ها قرض را میترسن که علی بایی بودم پس برام نمیتم و روابط مسلمان ها ضعیف می شود. بعد در دین به نام گرو یا مرهونه این وجود دارد، یعنی من برای تو پول میتم ولی در مقابل از تو چیزی را میگیرم که اگر در زمانش پول را به من تسلیم نکردی، من به حکم قاضی و شی را مفروشم و پول خودم میگیرم از پیشش. بنابراین در مرهونه قبض شرط است که باید چیزی را به دست خود بگیرم. روی اساس است کسی که خانه را به گرو میته تا که او دو نشینه چی گونه او را قبض کند. پس خانه که کسی گرو میته باید در او ذلیتش بکنه. ذلیت وقتی میشود که در او بشینی، اگر نشینی او ذلیت نیست. و در اسلام جواز ندارد که چیزی را ما عبث و بی‌معنا خراب بکنیم. در خانه که انسان شش نگاه می شود، اگر دروازه‌اش قفل کنی خراب می شود. روی اساس حدیث از رسول علیه السلام داریم که مرد گوی را به گرو گرفت، بعد او گو را کایش میداد، آبش میداد، در مقابل شیرش که بود از او استفاده میکرد. پس اگر ما خانه را گرو میگیریم، در خانه خود ما بشینیم و بعد مسئولیت در خانه قبول بکنیم، یعنی برفایش پاک بکنیم، شیشش بشکنه پس برش بشانیم، رنگش خراب شه برش جورش بکنیم، محافظتش بکنیم، کاملا استفاده کرده میتونیم و مشکلی نداره. ولی به کسی دیگر به کرا داده نمیتونیم، کرانشین دیگر شانده نمیتونیم، این کارا بد نیست.